میخوام بریم به سمت عقب و آروم بخوابیم به پشت، سر بالا، دستت پشت سر، نگاه به رون، به زانو، همینجا سر میمونه. عالیه. پاها پایینه و آروم میخوام یک بار بیاری بالا، بذاری پایین، دوباره اون یکی بالا، بذاری پایین. فعلا تکرار. سرت همونجا میمونه، شکم صفر تو، دم، بازدم. مرسی. دم، بازدم، پا داخل شکم، زیر نافتو صفر تو نگه داشتی. خوبه؟ عالی. بریم آخری. مرسی. حالا از همونجا میخوام پای چپ رو خم کنی، بازوی چپت بیاد روی زمین، بازوی راستت بره بالا و پای چپ خم. همین پا و به همین سمت میچرخیم. بریم 10 بار زیر ناف صفر تو. هیچ فشاری روی گردن نیست، اما اگر احساس کردی درد گردن داری این تمرین رو انجام نمیدی. میتونه سرت پایین باشه و فقط پا رو حرکت بدی. به این شکل فقط پا رو میاری و دست مخالف رو میاری سمت بیرون پا. از گردن اگه فشار بود حواست باشه. بعد اگه اوکی میریم این 7، یک بازو پایین، یک بازو بالا. بازوات رو حرکت نمیدی. عالی. از کتفت چرخش. آخری 10. مرسی. میذاری پایین پا رو و سرت پایین، دستت پایین، یک به نگاه به راست و به چپ. آروم سرتو رو زمین فشار میدی، یک کوچولو میچرخونی. مرسی. عالیه. مرسی. همین پا رو بغل کن و اون یکی پا رو صاف و به سمت جلو بکش. پا تو سینه بغل، دم، بازدم، یک بار دیگه دم، نگاه به سقف. آفرین. نفس میکشی، بیرون پا رو با دست راستت بگیر، ببر به سمت راست و دست چپ روی زمین. کشش پهلو داشته باش. نگاه به چپ، نفس بکش به آرومی. عالیه. بدن راحت تو کشش. خوبه؟ برمیگردونی. همون پا رو، کف پا رو بچسبون به داخل رون و یک کوچولو بمون. میتونی دستتو ببری بالای سرت و مثل یک درخت بمونی. نگاهت به سقف. دم، بازدم. عالی. و لذت ببر. دم، بازدم. مرسی. آروم دستتو میاری پایین، پا رو میذاری روی زمین. بریم پای چپ خم میشه توی شکم. اگه دوست داری سرتو بیار بالا. این بار میپیچیم به سمت پای راست و به سمت راست. پا پایین، بالا تنه وسط و به راست. بریم 3. بازوات دقت میکنی حرکت نداره. کتف چرخش. عالی. یک بازو رو زمین، یک بازو بالا. بریم 5. بازدم، پا خم توی شکم، دم روی زمین. برو 7. آفرین. 8. 9. اگه گردن درد گرفت میذاری پایین و بدون اون انجام میدی. 10. مرسی. عالی. سر پایین، پا رو خم کن توی شکم، بغلش کن. دم، بازدم، شونه راحت پایین، نگاه به سقف. یکی دیگه دم و بازدم. عالی. بیرون پا رو بگیر و ببرش به چپ با دست چپ. دست راست در راستای شونه رو زمین، نگاه به راست. آفرین. یه دم، بازدم. مرسی. آروم برگردی، کف پا رو میچسبونی به داخل روند. صاف و کشیده میمونی. زانو رو سر میکنی به زمین نزدیک کنی. نشدم اشکال نداره، زیرش میتونی یه بالش بذاری. دستتو ببر بالا. دم، بازدم.
مرسی. بلند میشی و میشینی. نگاهت به سقف بالا و بازم نگاهت میاد پایین، چونه پایین. عالی. روبرو نگاه میکنی و دستتو باز میکنی، میاری به سمت سقف بالا. بازم پایین، یک بار دیگه بالا. کفتتو میچسبونی به هم و میاری جلوی سینه. یکم جلوی سینه نگه دار و نگاه به انگشتا. فشار دست ملایم رو هم. عالی. و همونجا شلش کن دم. بازدم. فشار دست رو هم. وقتی دم میگیری سینه باز میشه. دست شل. دوباره دم. بازدم. سینه جمع میشه و دست فشار. سر بلند خودتو تشویق کن. آفرین، عالی بودی و امیدوارم که خوشت اومده باشه و میبینمت